انسان‌ها، فیل‌ها و نهنگ‌های قاتل سه گونه جانوری هستند که یائسگی دارن. بقیه موجودات یائسگی ندارن و اگه دیگه بارور نشن از دنیا میرن، چون هستی دیگه نیازی به حضورشون نمیبینه. اما انسان‌ها در 1/4 آخر عمرشون با اینکه بارور نمیشن حضور دارن و نقش مهمی رو توی گروه ایفا میکنن. این یعنی هستی از اونها مأموریت مهمی میخواد، مأموریت هدایت و انتقال دانش. در روند تکاملی این سه گونه حضور مادر بزرگها حتی بدون باروری الزامی بوده، چون انتقال دانش در این سه گونه شانس بقای نوادگان رو به شدت افزایش میداده. به این فرضیه میگن فرضیه مادر بزرگ. یائسگی از نظر معنایی و معنوی نقطه عطف بزرگی در زندگی هر زنه، چون تا قبل از این لحظه انرژی زنانه صرف باروری و ارتباطش با طبیعت و پس از این مرحله این انرژی تبدیل به خرد، شفابخشی، مراقبت و هدایت نسل بعد میشه. زن بعد از یائسگی وارد یک مرحله مقدس میشه که در این مرحله حامل و انتقال دهنده حکمت. رحم زن محل نزول روح خداوند. قبل از یائسگی انرژی زنانه صرف دریافت روح از عالم بالا و بعد از یائسگی این انرژی صرف رشد و تعالی روح به سمت عالم بالاست و این یعنی یائسگی مرحله‌ای از عرفان زنان است. در این دوران میل به دیده شدن جای خودش رو به میل به فهمیده شدن میده. یائسگی آغاز یک مادری جدیده، نه مادری از جنس بارداری بلکه مادری از جنس بیداری. طبیعت میگه یک زن 50 ساله پر از حکمته و این حکمت باید به نسل بعد منتقل بشه و از طرفی چون زایمان یک فرایند خطرناکه و ممکنه موجب از بین رفتنش بشه، باروری و تولید مثل باید قطع بشه، اما زن هنوز باید کنه. این یعنی طبیعت از اون انتقال دانش میخواد. شاید راز قصه گویی مادر بزرگها در طول تاریخ همین باشه. ما هیچ وقت نشنیدیم که پدر بزرگها برای نسل بعد قصه گفته باشه.